زن و شوهری که با هم میتونن برن زیر دوش، با هم میتونن برن یه وقتا زیر دوش بگیرن، اون وقت بیان تو گوشی هاشون با هم پسورد بذارن، رمز بذارن. عرض کنم که اگر زوجهای جوان ما محبوب هم باشن، مشکل با اینه که محبوب هم نمیشن. آدمای محبوب رازشون رو به هم دیگه میگن، همدل و همراز باشن. همسران دلارام باید بدونن که نزدیکترین کس هم هستن. خدای مهربان میفرماید که هن لباس لکم انتم لباس لهن. زن و شوهر، چه جوان چه مسن چه پیر، فرق نمیکنه، همه جای جهان باید برای هم لباس باشن، کاستی‌هاشون رو بپوشونن، زبان انتقاد و گله نداشته باشن، اندیشه متکبرانه نداشته باشن، متواضع باشن، صادق باشن، امیدآفرین باشن، اهل معرفت و گذشت باشن، اهل احسان و صبوری و صداقت باشن، به تلاش هم بها بدن، محبوب دل هم، رامشگر و آرامشگر هم باشن، همدل و همراز باشن. به سخن دیگر تو گوشیاشون برای هم دیگه پسورد نذارن، رمز نذارن. زن و شوهری که با هم میتونن برن زیر دوش، با هم میتونن برن یه وقتا زیر دوش بگیرن، اون وقت بیان تو گوشی هاشون با هم پسورد بذارن، رمز بذارن، همدیگر رو نامحرم گوشی های خودشون نکنن. یکی از معضلاتی که خیلی از همسران جوان دارن، همدیگر رو نامحرم گوشی های خودشون میکنن. آقاها چند تا گوشی نداشته باشن، یکیش تو لباساشون، یکیش تو دفتر کشوشون، یکیش پشت ماشینشون بذارن، پلاستیکای ماشین بذارن. خانم هم 2 تا داشته باشه و با گروه های خاص داشته باشه، شوهر نفهمه. اینا دیگه زن و شوهر حقیقی نیستن. یه زن و شوهر هستن که زیر سقف زندگی میکنن، ازدواج شرعی و قانونی کردن، اما ازدواج عاطفی همدلانه و همرازانه و صمیمانه و صادقانه نکردن. دوباره باید با همدیگه ازدواج کنن. این دفعه ازدواج آرامشگرانه نیت کنن، همه آرامش دنیا رو به هم بدیم، همدل و همراز هم باشیم، برای هم رمز نذاریم در زندگیمون. رازمون رو اگر خواست فقط به همسر بگیم، به خاله و دایی مادر خواهر نگیم، اونا نیستن دیگه. بعد از خدا نزدیکترین کس هم باشیم.